مسئول لشکر قوچانی هستم. متولد 8 آذر 1344 شهر قوچان. از نظر هم فرهنگی و هم از نظر اقتصادی جزو خانواده متوسط بودش خانواده‌مون در قوچان، ولی خب بس همون بچگی به خاطر نوع نگاهی که خداوند مادرم داشت من باز کاریم تربیتش فکری کودکان جوانان که در شکل‌گیری من در زندگیم اون دوران کانون پرورش فکری کودکان جوانان اون زمان خیلی اثر داشت. جزو پیشاهنگ‌ها بودم و از همون زمان من علاقه شدید به سینما پیدا کردم، به اینکه خودم شروع کردم آپارات ساختن و تو خونه باز در قدیم مثلا فیلمی که از سینما می‌گرفتم روزا پرده انداختن و این کاری که دوران بچگی کردم همش تحت تاثیر واقعا کارون پرورش فکری بود. وسطی عموی منم یکی از سینماداراش شریک بودش و این کمک کرد که تقریبا همه فیلم‌ها رو تو همون سنین ببینم، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. بعد از انقلاب خواهرم بعد از ازدواج کرد و آبادان بود با همسرش. ذکی تنها بود. من تا زمان جنگ آبادان بودم و با شروع جنگ رو بعدش اومدم باز به قوچان با رتبه 17 کنکور تو منطقه خود قوچان دانشگاه پلی‌تکنیک قبول شدم. مهندسی برقم قدرت در دانشگاه پلی‌تکنیک گرفتم. در دوران پلی‌تکنیک دانشگاه امریکایی من به خاطر علاقه‌ای که به سینما داشتم مسئول کانون فیلم جهاد دانشگاهی بودم و جزو کسایی بودم که فیلم باز بودیم دیگه، می‌رفتیم جدیدترین فیلمی که می‌اومد تو فارابی هر جا می‌اومد VHS حتی قبل از VHS پتاکن پیدا می‌کردیم و می‌اومدیم یک زیرزمینی برای خودمون ساختیم تو جهاد دانشگاهی اینا سانسور می‌کردیم و برای بچه‌ها نشون می‌دادیم. تا بعد از اینکه سال فکر کنم 71 بود من با آقای ساسان توکلی فارسانی رامین لباسی اومدیم شرکت روناک رو زدیم که خود کسی که روناک رو کار می‌کرد خود ساسان توکلی بود. اولین کاری که اون زمان کردیم تازه آمیگا 1200 اومدیم، یعنی هنوز ما برای کامپیوتر کار کردن توی دیسکت می‌ذاشتیم، خیلی عجیب و غریب بود. اون زمان وقتی با آمیگا 1200 کار می‌کردم اولین بار که فعلا کار کردم فکر می‌گم ته دنیاست، ته تکنولوژی اصلا این روزا قابل تصور نبود. ما یک افکت ساختیم، افکت کامپیوتری که فکر می‌کنم سال 73 به ثبت ارشاد هم رسوندیم. مثلا ارشاد اگه حضور داشت اون مهندس خالد بازان معاونتش بود. ما این افکت سینمایی رو بردیم برای خود ارشاد هم عجیب بود، هم جذاب بود، هم متوجه می‌شدن یعنی چی. یعنی این افکت‌ها رو ما به ثبت رسوندیم و این افکت‌ها در همون زمان منبع درآمد ما افکت‌ها بود که این افکت‌ها بیشتر برای تدوین استفاده می‌شد و بخش از تدوین مجالس عروسی، یعنی ابتکار و خلاقیت این افکت‌های تصویر با آقای ساسان توکلی فارسانی بود که باید توی شریک بودیم. یعنی ما در رونق بیشتر افکت‌های ساختیم. وقتی افکت‌ها ساختیم بیشتر دنبال افکت‌های میگن سینمایی بودیم، ولی ناخودآگاه چون اصلا سینما به ما استقبال نکرد، ما رو پس داد. ولی اون طرف بخش عروسی کسی کار مجالس می‌کردن از این کار استقبال کردن اصلا شغل مایی شد که یک مقطعی مثلا واقعا یادم میاد یک مقطعی یکی 40 تا 50 تا آمیگا از شهرهای مختلف ایران بود و تو دفتر ما که نزدیک رسالت بود ما اینا رو تجهیز می‌کردیم، افکت‌ها رو توش می‌گرفتیم، این کلیپایی می‌ساختیم که سینک موسیقی و تصویر بود رو می‌گفتیم برای مشتریان و اینا می‌رفتن استفاده می‌کردن تا زمانی که زمزمه‌های آزاد شده تبلیغات تو تلویزیون اومد. یعنی وقتی زمزمه‌های تبلیغات تو تلویزیون اومد بر خاطر هم علاقه من هم ساسان به اینکه تو کار سینما بیایم و این مرحله هم برای مرحله جذابی برامون بود و ما رفتیم توی بحث تبلیغات تلویزیونی. زمانی بود که من به این رسیدم که یعنی به اسم روناک کار نکنم. تو شرکت روناک دقیقاً جا افتادون که شرکتی که در میگن کارش افکت‌های مجالس و کلیپ‌های مجالس عروسیه. یکی اومدیم یک شرکت جدید به سر رسوندیم و یعنی با ساسان صحبت کردیم و شرکت فیلم و ویدیوی صحنه رو به سر رسوندیم و شرکایی هم اضافه کردیم. چه سالی جسم؟ 1373 فکر کنم 73 رو شرکت صحنه به سر رسوندیم. من و ساسان توکلی فارسانی، رامین لباسی، کامیز کوشان و آقای
فرشید شفیزاده که از این دوستان هم 3 نفرشون شرکت بزرگ و توانمند دارد در کانادا و آمریکا که در فعالیت همینجور تصویر انجام میدن. ما این شرکتی که اومد تو کار تبلیغات زمانی بود که ما متوجه تبلیغات تلویزیونی داره آزاد میشه و اولین آلوگه‌ای که ساختیم خیلی هم دوستش داشتم از رینگ توگیر بود. ما برای رینگ این ماشین ساختیم، ولی خیلی هم زحمت کشیدیم، ولی قوانین و ضوابط تلویزیون صدا و سیما اون زمان نمیدونستیم دیگه. اینی که تصاویری از خود بازیگر گرفتیم که وقتی من تو دستات تو هر بازیگر نشون میدید و چی بود نشون میدید بعد رینگ رو اجازه میشد. اون زمان بود که تبلیغات هم که آزاد شد هنوز نشون دادن آدم‌ها ممنوع بود. ما اجازه نشون دادن آدم‌ها رو نداشتیم. نگاه کنید بزرگترین اتفاقی که افتاد بعد از جنگ صدا و سیما به نتیجه رسید که باید فضایی برای فضاهای سرگرمی بسازه و در دوران سازندگی این اتفاق افتاد که باید جذب درآمد کنن. یعنی خاص صدا و سیما همش متکی به دولت باشد، بودجه دولت استفاده کنه که اشتباه است. اینی که مثل همه جا دنیا بینشینه که بیاد تبلیغات انجام بزن و از تبلیغات کسب درآمد کنن و این بود که در سازمان به خاطر نیاز به رشد خود به اساس نظر مالی این نتیجه رسید که بیاد تبلیغات رو آزاد کنن. ولی واقعا ما در همون زمان با همین سواد اندک که داشتیم من یک خصوصا در یک جلسه مفصلی گذاشتیم صحبت کردیم که آگهی فقط نباید بیدید نگاه کنیم که برای سال صدا و سیما جذب درآمد داره، بلکه آگهی هم اطلاع رسانی به مردم میکنه و هم آگهی جذابیت برنامه تلویزیونی بالا میبره. امروز وقتی شروع کردیم تو آگهی ساختن دنبال آگهی بودیم که فکر کنیم انرژی بذاریم و وقتی آگهی پخش میشه بیننده حتی منتظر باشه که آگهی دوباره تکرار بشه که آگهی ببینه. در این حد ساخت آگهیات دقت میکنن. رینگ جوگیر در اون زمان با اون امکانه مثلا یک بار روز کار کردیم فشرده، ولی به حال با این شرایط مواجه شدیم که به حال تصویر آدم‌ها ممنوع بود تا ولی خود کم کم هرچی جلوتر می‌رفتیم هم صدا و سیما مدیرانی در صدا و سیما اومدن نشستن که از آگهی هم میتونن اطلاع رسانی هم آگاهی مردم رو زیاد کنن به جز جذب درآمد همچنین بر جذابیت برنامه تلویزیون رو زیادتر کنن. بخصوص بعد از که آقای داریجانی اومد و محمود کردان رو به عنوان معاونت مالی اداری سازمان انتخاب کردیش، من اون زمان مستقیم با صدا و سیما کار نمی‌کردم، با شرکت صوتی تصویری سروش کار می‌کردم با کاشانی. یک اختلافاتی در زمینه آگهی و پخش آگهی خورد خیلی جالب بود برای من. بدونی که خودم دیدم آقای آیس مدیر کل بازرگانی بود، من خواستش آقای کردان، یعنی این آدم اون زمان من خواست و یک سری سوالات در زمینه جذب درآمد و چه شکلی درآمد کرد و چه اتفاقاتی با تبلیغات میشه انجام داد پرسید و من دیدم بعداً متوجه شدم که اتفاق فقط با شامل حال من نبوده. دوستان دیگه هم که تو زمینه تبلیغات کار میکردن و شرکت داشتن محمود کردان دعوت کرده بود که این منجر شد که اولی گروه‌های کنسرسیومی موجود اومد. یعنی صدا و سیما اومد شبکه 3 رو به چند تا شرکت واگذار کرد و شبکه 1 رو به چند تا شرکت دیگه که من به دلیل دوستی و ارتباطی داشتم بیشتر با دوستان بوریاشون رفتم تو تیم شبکه 3، یعنی دوست همکاری بچه‌های شبکه 3 شدن برای جذب درآمد شبکه 3 که فکر می‌کنم اولین قراردادشون اگر حضور داشته باشم 57-58 بود و 9 میلیارد تومان و ایده و تفکر همین چیز از محمود کردان بود. آقای آیاز زیاد باور نداشت به این دسته اینکه آگهی ها رو در این حد هر بار بده حجم آگهی ها تلویزیون زیاد کنه، حتی باعث شد که آقای کردان عوض بشود. آقای کردان ببخشید آقای آیت رو ارموتیکل بازرگانی عوض کنه، چون آقای کردان بعد گفت مثلا من کل آگهی رو وقتی برنامه‌ریزی کردم روزی بعد صحبتایی کرد اونم مطالعاتی وجود اومد مثلا در طول 1 ساعت چند دقیقه میشه در یک شبکه آگهی پخش کرد. بر اساس اینا اومد شبکه 3 رو آگهی باکساش رو تعیین کردن، گفتم مثلا قبل از مثلا ورزش این در قبل از خبربنشی این در زمان تا که این زمانه کل 1 سال رو یک عددی فروختن 9 میلیارد. در این سال قبلش اگه درست بگم 87 به 88 سال قبلش کل سازمان برای جذب درآمد زحمت شد
1.5 میلیارد در جذب درآمد نداشت. ولی سالی که خدا بیامرز کدامت قرارداد بست فقط شبکه 3 رو اومده بود عدد 9 میلیارد تومان پیشنهاد داده بود که دوستان بود درآمد جذب درآمد کنم و شبکه که بود عدد دیگه کم 6 بود یه درآمد سالانه دیگه 1 میلیارد که 10 برابر 15 میلیارد آقای کوپن اکتیو گفت بعد امسال مثلا شرکت تبلیغاتی درآمد داشته باشن 77 78 بودش. چون من قشنگ یادم آگهی بیمه ایران رو ساختیم برای جذب درآمد، آگهی چون با شبکه سه کار کردم آگهی صنایع غذایی بهروز قراردادی خیلی خوب با صنایع غذایی بهروز بستیم، آگهی شرکت سامی آنکف داروگر بودش تو جزء آگهی بود که من کار کردم، آگهی ایران خودرو بودش که من کار کردم که تعرض خیلی بزرگی هم بستم. فکر میکنم 1377 بود و باید دهشو میشه برسی که اولین کنسرسیومی که شبکه سه برگزار شد جدا به شبکه برگزار شد 77 بود یا 78 ولی این روایت سال بعدش تکرار شد سال 77 78 79 دارم اشتباه میگم سالش رو یه سرچ کنیم که چه سالی آقای دکتر انصاری اومد سر کار دقیقا مصادف میشه با اون سالی که کنسرسیوم به وجود اومد. سال 80 دیگه این حضور می‌ذارم که سال 80 دقیقاً جا افتاد. دل آقای کردان با تمام شرکت‌ها دونه دونه جلسه می‌ذاشت. حالا چند تا نمی‌ذارم واقعاً ولی آدمای صاحب نامی که در تو تبلیغات با اینا جلسه می‌داشت ایده اینا رو می‌پرسید و بر اساس ایده اینا اومد برنامه‌ای که می‌تونه برای سازمان درآمد داشته باشه و واقعاً اولویت اولش فقط درآمد سازمان بود و متوجه بود برای اینکه دایر سازمان سلوسیما درآمد مناسبی داشته باشه یک باید به حتی شرکت تبلیغاتی گوش کنی که چه ایده‌ای دارن، دو کمک کنی شرکت تبلیغاتی هم تشخیص بشن یعنی حتی کمک مالی وام دادن و اینا هم توی کار مرحوم کردان بود که کمک کنه که شرکت تبلیغاتی قدرتمند بشن بتونن کار کنن و این شد که شرکت تبلیغاتی اومدن تو سریال سازی هم وارد شدن. میشه گفت اولین جرقه‌های سریال سازی به آن مدیری از طرف آقای گلیانشون وجود اومد که آقای گلیانشون دو بچه‌ای بودن که توی عرصه تبلیغات فعالیت خیلی قدرتمندی داشتن که در حدود داشتن اصلا آقای حمید گلیان حمیدالمجید گلیان تهیه کننده سریال‌های آقای به آن مدیری بودن. اصلا بدون هیچ کم و کاستی بنیانگذار شیوه نوین تبلیغات در سلوسیما مرحوم کردان بودن. یکی از آگهی من که واقعا 2-3 هفته توی شورای موزمان بازرگانی دکتر انصاری به مشکل خود بود آگهی داروگر بود که یک دکتر بچه بازی میکرد که شورا گفتن این تقلید از شهریار تهرانیه. اصلا تو کتمان این دفعه باقی نبود ولی سب داروگری بود که میگفت که میومد از یک مغازه خرید میکرد و محصولات داروگر رو با موزیکات میخرید و با یک چادر چون از این چادر گلیایی نماز خوندن نه اصلا ذهنیت نوزایی که ایده رو دادیم که همچین آگهی ساخته میشه باید دید بود که آقا یک کاری میکنیم که هم ببرین سیلوسیما برام دست میزنن اون جایزه میدم که باری کلمه چه آگهی خوبی ساختید ولی وقتی ما رفتیم بوتون خود شما اومدید چی میگن فیلم فارسی زمانشاه زنده کنید دقیقاً برخلاف نیت و ایده ما که مرحوم کردان من رفتم تو دفترشون یعنی این خیلی مهمه در که تصور این بود که ما این آگهی ها در بازرگانی یک شورایی بودی آگهی رو میگید اصلاحاتی میزد ما اصلاحات انجام دیم دوباره میبریم شورا تا تعیین میشد. این آگهی به دلیل اینکه بحث شهرستانی و این بود اصلا توقیف شد در بازرگانی گفتم غیر قابل پخش چون پافشاری شدیدی به دسته کردم یادم به آقای کردان وقت گذاشت و تو نامه نوشتم به ایشون وقت گذاشت به من خواست بگه آگهی که قد داری بال میزنی چیه که پخش بشم کلی توضیح دارم که آگهی از نظر تکنیکی چه اصلا که تو فرد داشت و به نظر من که نیت من این بوده ولی اونها دوستان شورا نیت برعکس اصلا متفاوت گرفت اصلا 80 بدون طرفدار آگهی خدا به اوست دیدم این بخشش برای من عجیب بود بدونی که مستقیم به دستور مدیر کل بازرگانی زنگ مدیر کل بازرگانی
یک پروگرام بازیکن بازرگانی تو جاده قم بود و گفتن که جاده قم و پاسخگو نیستش. دستور داد که این گفت من اگه آگهی پخش کنم مشتری ممکنه من از دست بده، چون این آگهی ساختیم و دادگر آماده که با این تبلیغات یک جهش تو تولیدش وجود بیاد. این آقای گودان دستور مستقیم به شبکه‌ها داد که آگهی تو باکس‌ها میذارن پخش کنن بدون کد بازرگانی. این البته شید برای من اول داشت های دکتر علسانی شمش تقریبا اومدم بخواست پک بشه، یعنی تقریبا که بعد از اون خط قرمز ایشون بودن، ولی این آگهی که پخشون برای شنبه اصلا از یک طرف فشار بازرگانی اینو تو اجازه داده، از یک طرف دادگر اصلا تکون خورده بود. یعنی اصلا عجیب بود تبلیغات درست اینقدر اثر بذاره که فیدبک اثر فروشش به شرکت برسه. از قصه یک شرکت تبلیغاتی در مورد زیاد بشود که بتواند قدرتمند برای صاحب آگهی متفاوتی بسازه که بتونیم موفق شیم. اینه که سیستم مالی شرکت رو خیلی خوب چیدم، اومدم گفتم ماکسی تو کنم وقت نمی‌کردم این هر مشتری رو جواب بدم. واقعا بعضی اوقات مثلا تا 35 تا 40 تا مشتری داشت، خب در توان خودم نبود با همه اینا مشتری ارتباط داشته باشم. اومدم این افراد رو خوشفکر رو بیدار کردم که از طریق من با مشتری ارتباط داشته باشیم. حالا متأسفانه این زمان به اینکه بعد اینا رو تعبیر می‌کردن این بچه‌ها رو به حال مثل ما با زحمت چیدن. مثلا پس ما می‌رفتیم فکر می‌کردیم آقا بانک ملت رو کار کنیم، چه کسی مدیر عامل بانک ملت رو بهتر می‌فهمه، اون آدم رو پیدا می‌کردیم. نه به معنی رفتیم باز بعدشا معنی کمیته در کشور ما بخصوص در اون زمان هنوزم اصلا اتفاق افتاده. در کشور ما صاحبان آگهی، چه مدیران بانک‌ها چه صاحبان آگهی، حتی بخش خصوصی بر اساس مطالعه و تحقیق و پژوهش نمی‌تونن شرکت تبلیغاتی انتخاب کنن که حالا این شرکت تبلیغاتی رو انتخاب کنید. اونم مثلا فرض کنید یک مدیر روابط عمومی آدمی در تشکیل وجود داره که ذی‌نفوذ در هیئت مدیره، او آدم میشماره با آدم تبلیغات، حالا یا او آدم اهل بیزینس یا شرکت تبلیغاتی موجود یا یه برای من کار کنه بیش از اینقدر درصد به کمیسیون بده، یا که نه آدم سالم یک دلار وسط کمیسیون نمیخواد و براش هدفش اینه که ما آگهی خوبی بسازیم و اون شرکت یا اون بانک یا اون کارگزار رو موفق کنیم. ما برای سال 80 که سازمان یه تصمیم گرفت باید به جایی که شبکه‌ای رو به یک گروه واگذار کنه، شبکه سال 79 و شبکه سر به گروه، سال 80 باید همه یک شبکه کرد. اومد با یه قرارداد کلی می‌بندم با فکر میکنم اونجا 15 تا تعدادش دقیقی یادم نیست، این شرکت ها بیان این مجموعه کنسرسیون بشه و این کنسرسیون فعالیت کنه که بازم ایده خود مربوط کردان بود و درآمد سالگاهی که گفتم مثلا قبل از آلکوبا شاید 1.5 میلیارد بود، در سال 80 فکر میکنم رسید به بالای 60 میلیارد و این باعث شد که یکی حجم هم شبکه سه تقریبا شبانه روز بشه، کلی سریال تولید بشه، کلی فیلم جدید بشه. اصلا واقعا هم به نظر من کسی که باعث شد صدا و سیما به معنای واقعی تو خونه ها نفوذ پیدا کنه و مردم رو سرگرم کنه در اون مقطع مرحوم کردان بود و کسی تبلیغات انجام داد و اجداد خود مرحوم کردان بود. معاملات مالی اداری اون زمان سازمان خب ناگفتم که خود آقای لایتونی هم با این ایده و ابتکار و خلاقیت موافق بود. اولین جشنواره آگهی هم سال 80 برگزار شد. اولین جشنواره آگهی هم سال 80 برگزار شد. اون زمان مدیر کل بازرگانی آقای دکتر انصاری بود. معاملات مالی اداری سازمان آقای کردان بود که آگهی گفتم بیمیران، آگهی بیمیران ما اون جشنواره به خاطر بخش انیمیشن موچون رفت اول شد. آگهی داریگر امریکای ما هم تو بخش پویانامش جایزه گرفتیم. یعنی هم ما به شکل گرفت شریک بودیم توی
موجودین، هم من جایزه گرفتم، هم شریکم آقای شفیع‌زاده. آگهی خودروسازی ماهواره اینو دیده بود، داشته فکر می‌کرد که چه آگهی بسازیم برای محصولات پژو. تازه اومده بود برای پژو چه آگهی بسازیم که آگهی برای مردم جواب بده. از آگهی پژو خارجی هم کم نیاره. اصلا آگهی بساز که وقتی مردم توی گفت اصلا دوزی ماهواره کردن، آگهی خودشون نیست، اینا پلانی ماهواره‌ایه. خیلی زحمت کشیدیم این قصه. من متوجه ایده به ذهنم رسیدش در رابطه با اینکه جامعه بعد از جنگ و مردم طول و آرامش رو میخوان، یک اعتمادی بود تو جامعه به وجود بیاد. این اعتماد رو به خودرو هم به وجود بیاد. اومدیم تصمیم گرفتیم که یک آگهی بسازیم که یک خانم رانندگی میکنه، کنارش آقای خوابیده داره استراحت میکنه، از یک هوای روشن مثلا صبح حرکت کردن میشن به یک هوای بارونی شدید و طوفان و اینا که بعد جاده مسدود شده، خانم میره تو جاده فرعی توی گلولای را، بعد باز میاد تو جاده اصلی تا غروب که برسیم باز هوا روشن شده و همه چیز خوب طبیعیه و میگن آقای خوابه. یعنی یک امنیت و آرامش از این آگهی. یا یک آگهی دیگه ساختیم که خارجی ها بعد از ما ساختن برداری که بعد از که خارجی ها ساختن پخشش کردن، این تهمت بودن که ما ساختیم، ما از لا کپی گرفتیم. اینکه بیلبوردی بود که کنار خیابون که نشون دادن دو تا کارمند شهرداری دارن دورش یک ابری میبندن مثل لافت و شک و قرقر هم میکنن. یه شبا دیوونه شده، یعنی چی یه چراغ برق هست دوری چی گفته ما ببینید ببرید، یعنی چی کات میکنه بیرون که یک تبلیغات بیلبورد زدن از ایران خودرو و اینقدر این ماشین جذابه که آدمو که میان رد جوابش برای برای میگه این میگه اینجاست. این آگهی رو ما کپیشو خارجی‌ها ساختن. این همینو فریم اینو تغییر کردن ساختن. ایده تو دفتر ما تو شرکت ما ساخته شد. آقای دولکو فکر کنم کارگردانی نمی‌بودش و جزء جذاب آگهی بود که بعدها من آگهی خارجی مشابه دیدم و برام جذاب بودش و نمونه مختلف دیگه هم مشابه دیدیم که حواس آدم‌ها وقتی چیزی پست میشه و البته این سبک آگهی بوده، این سبک آگهی که انسان‌ها یا حتی حیوانات یک چیزی می‌بینن محروم میشن این بوده. ولی این نمونه این آگهی خودروسازی رو ما اولین بار توی ساختیم تو همه اتاق فکر و بعدش نمونه خارجی ساخته شده. سالان گذشت کم کم رادیو هم اومد، رادیو هم با قدرت جدید اومد تو کنسرسیوم. باز اتفاقی تو بازار اومد بالاخره وقتی جذب درآمد زیاد شد تو ماهواره‌ها شروع کردن از بچهای کنسرسیوم بد گفتن و فضا سازی کردن. و توی بچهای کنسرسیوم که بچهای ارامنه بود که بسیار زحمتکش بود و بسیار زحمت می‌کشید و به حال همه فکر می‌کردن ما رانت داریم. نه واقعا هیچ رانتی برای انتخاب حداقل تعداد شرکت اصلی تولید کننده هیچ رانتی براشون نبود. هر کسی اگر ایده و خلاقیت و فکر داشت میتونه شرکتی بزنه آگهی تولید کنه که به سازمان آگهی رو جذب کنه برای سازمان درآمد بیارن. آقای کوردان آدم میتون میداد. حداقل در این مورد آقای کوردان نه سیاسی رفتار میکرد نه حتی براش مهم حتی مذهب بود، هیچی براش مهم جذب درآمد برای سازمان بود. گرچه برای قطعا برای اعتبار تو سازمان رفت آمد میکردیم میرفتیم حتما کنشون بحث امنیتی در نظر بگیرن که من حالا به یک قصه کنم بزار اصلا به عقل این چیزا او زمان نمیسودم. همش نفی بودیم که چه کار کنیم درآمد سازمان رو بیشتر کنیم به خاطری که آقای کوردان از ما تعهد میگیره. مثلا وقتی من رفتم یک سال با من جلسه بود باز سالش یادم نیست گفت امسال میتونیم مثلا داشته چنک درآمد برید و اومدم بر اساس سال قبل اینا 20% بردم بالا مثلا آقای کوردان سال ان شاء الله مثلا برای شما 4 میلیارد جذب درآمد داد. خوب باشه من نوشتم 8 میلیارد برو بیا. گفتم آقای کوردان من 20% بردم بالا اصلا نکن عدد 8 میلیارد من جانی میگیره اون سال که من سال بعدش بیتم این از یک شرکت برای ایشون جذب درآمد داشته باشم. فکر کنم اتفاقی 84 بود اگه وجود این داشته باشم 84 بود که من مثلا کنسرسیوم که تشکیل داره شرکت تبلیغاتی میاد برای یک سال سازمان درآمدزایی کنن اینها مدیرشون از سازمان انتخاب بشه و این به نظر من اولین اشتباه و این کوردان بود که کارمند دولتی رو اومد گذاشت رأس هرم
یک سری شرکت تبلیغاتی. یعنی این هم به نظر من اشتباه بده، هم به ضرر ما بود، چون بالاخره وقتی مدیر ما به اندازه خود ما جذب درآمد از کار ما نداشته باشه، هر انسانی باشه به حال ممکنه طمع کنه، ممکنه اصلا ممکنه آدم بر اساس به هر دلیل نه تا تبع اقتصاد خوب پیدا کرده، حتی به هر دلیل مثلا من مسئولش که خودش مثلا از حسین خوشش نیاد به من بها بده، اون حسین بها بده، چون داخل آدم وقتی مدیر این وضع باشه در قرارداد نوشتن، در امتیاز دادن، در لابی کردن، همش اثر داره. فکر کنم اولین اشتباه مرحوم کردانی بود. دومین اشتباهش این بود که شرکت سروش و شرکت صندوق بازرگانی، خود صندوق بازرگانی سروسیما رو چون اونها نیاز مالی داشتن و جزء مجموعه سازمان میخواست در این حال که درآمد سازمان زیاد بشه، درآمد این دوتا هم زیاد بشه و اینها رو شریک ما کرد. ما سال 86 بود که 86 یا 87 دقیقش پاساش یادم، ما اومدیم استان‌های دیگه تو برای تهران قشنگ قدرت داده بودیم، شبکه‌های تهران یه خود به خود درآمدزایی می‌کردن، مثلا فوتبال ایران و آمریکا به خاطر حجم مالیه اینقدر حجم مالیه زیاد بود که فشار آوردن دو تا شبکه همزمان پخش کنن، هم شبکه یک هم شبکه سه، که بالاخره 20 دقیقه آگهی پخش کنه با دقیقه خداتومن، 20 دقیقه شبکه آگهی پخش کنه با دقیقه خداتومن، کلی درآمد سازمان زیاد میشه. ایده استان‌ها که داده شد، آقای کردانی استان‌ها رو باز به مزایده گذاشتن و خب شرایط مزایده بود که شرکت دوست داشتن بالاخره شرکت‌ها قدرتمند برنده بشن. ما تو مزایده استان‌ها شرکت آیین آفتاب بود، مرحوم رضا عطار، شرکت ریاپین بود آقای آبدینی، شرکت مدیر بود من بودم و شرکت صوتی تصویری سروش و صندوق بازنشستگی صداوسیما اجباراً این دوتا رو شریک ما کردن. نگاهشون این بود که بودن این دوتا شریک شما باشن میتونیم شما رو سلامت شما رو کنترل کنیم و اصلا مگه میسیم کنن واساینم بکنیم. اینقدر شفاف بود، قرارداد مبلغ بود و تلفن میتونست بپرسد. این اشتباه خیلی حداقل بعد من تاوان دادم، یعنی خیلی هزینه دادیم به خاطر این اشتباه. احساس می‌کنم هنوز هم صداوسیما و سال 90 بعد تقریبا همکاری با سازمان قطع کردن و اومدم تو کار سینما. از احساس می‌کنم هنوز هم اشتباه داره تو سازمان تکرار میشه که میان دو تا شرکت سویش به صندوق بازرگانی صداوسیما رو با چند تا شرکت بخش خصوصی ترکیب میکنن که اینها با هم دیگه میتونن درآمدزایی کنن برای سازمان. به نظر من بزرگترین اشکال اینه که من چرا بود خودم رو ثابت کنم به مدیر رأس من سالی من وقت دارم کار میکنم، انرژی اونجوری که بذارم خلاقیت نوآوری بیارم و ابتکار جدیدی بیارم، چرا انرژی رو بذارم برای اینکه خودم رو ثابت کنم سوال من با کنترل بکنید به روش دیگه کنترل کنید، آقا تمام قرارداد ما رو بگید بعد صبر کنید آقا من چه قراردادی با دارگر بستم، چقدر تفویض دادم، ریز چطور رو بگیرید، چرا بود این نفر کنار من بوده که منو کنترل کنه که خلاقیت منو بگیره. البته اختلافات بین ما شرکت تبلیغاتی هم زیاد شده بود. آقای کردان هم واقع دیگه یه جوری خسته شده بود. من یادم مثلا یه بار که زنگ زدن آقا مثلا تو قرارداد بارون تو قرارداد بستی ولی فرانکس بده اعتراض کرده. خب یه رقابت، اگه رقابت هم ناسالم بود که میگم یا چون رقابت ناسالم که در جذب‌آگهی، اگر رقابت سالمه که باشه. این بحثا در بین شرکت تبلیغاتی زیاد بود. من بدم دنبال این نمیگشتم که مدیری بذارم که قراردادای دست بشه، چون باز مدیری احتمال میافتاد. من بودم دنبال راهکار دیگه میگشتم که این اتفاق بیفته. شاید دلیل اشتباهی شاید خدا خودش تنها بود. اما هیچ مدیر دیگه در سازمان نگاه آقای دکتر انصاری مدیر کل بازرگانی صداوسیما با ایشون هم جهت نبود. اصلا نگاه آقای کردان آقای دکتر انصاری نداشت. آقای دکتر انصاری از بانک مرکزی بودن، انگار بکنم بانک مرکزی بودن یا بانک ملی بودن، اومدن به مدیر کل بازرگانی آدم بانکی آورد که برای درآمد سازمان زیاد کنه. ولی این آدم اولش حتی چون ویدیو روشن کردن و فوش کردن بلد بنده بود. اصلا قرار نیست بلد باشه. مدیریت مثلا بیمارستان که قرار توش درآمد قد باشه. این اشکال بهش نمیاد. ولی این آدم اصلا توی فضا نبود. ولی اون وقت خب بعد اینکه به فضا یاد بگیره اولین کس شروع کرد مخالفت کردن با خود سیاست‌دان کردان. یعنی اگر آقای کردان یک نفر به خودش پرورش داده بود،
چه بسا ما امروز وارد این همه تنبلی و کودنی در سازمان نبودیم. اصلا من یادم نمیاد حتی تو 14-15 سال اخیر یک آگهی خلاقانه تو سازمان دیده باشم. رفتم پیش کدارگاموس گفتن که آقا کردن از این 16 تا واقعا 9 تا 10 تاش کننده است. من دوستی هستش که توی هیئت مدیره است و من 3 سالم گذشته اسم و فامیل آدم رو نمیدونم. و بیا آدم اگر جای سفارش دو مجموع جلسه بگید این بعدی که آقا کردن ما تو جلسات کنون محرمانه صحبت میکنیم میان همه اطلاعات جلو شما زنگ دارم میدن. و اگه واقعا به صحبت های من بهش میخواد در هیئت کنترلی اصلا میگه ضبط کنیم جلسات رو ضبط کنیم صداشو به شما بدیم ما که تلفن نداریم. این اعتراض من باشه که چند ماه بر از موسیسیون بزنم بیرون. نکن ما بعد از که من شبکه‌ای تهران رو شبکه‌های سراسری به شبکه تهران رو از نظر آگهی موفق کردیم بعد رفتیم سراغ استان‌ها. ما نشستیم با استان‌ها صحبت کردیم هم به دلیل هم از نظر امنیت جامعه اومدیم تحلیل کردیم که پذیرفت با نوزه سازمان که آقا اگر ما بیایم مثلا فوتبالی که پخش میشه مثلا یک موجی ترک زبان به زبان ترکی برای مردم آذربایجان که به نفع مردمه به نفع امنیت جامعه است. خب خیلی مدیران رو میپسندن کمک کردن که حتی این اتفاق بیفته ولی و اینا باعث شد که درآمد کلی استانی اینا سال قبلش که دست آقای شیرازی بود فکر کنم به 7-8 میلیارد هم نشد. تای درآمد وصولی سازمان به 3-4 میلیارد هم نرسید. ولی ما سال 87 اولین سال دستان بود 18 میلیارد تومان به سازمان بدیم. مثلا این ایده‌ای که آگهی‌ها در تایمینگ پخش بشه که وقتی شبکه رو بیدن عوض میکنه بازم آگهی من مکتوبش دارن که سال چی میگن حتی 80 نوشتن ولی وقتی شبکه جر وجود داشت همین اتفاق تو شبکه جر افتاد. اومدن دقیقاً وقتی شما شبکه جر سر بود کانال عوض می‌کردید بازم آگهی می‌بینید. هیچ وقت دو تا یک شبکه صدا نبود که آگهی بود. من میگم شما کانتاکت سازمان بتونه می‌چینید که اگه بیننده عادی شبکه عوض کرد اکثر شبکه آگهی باشه. به نظر من این سیاست غلط که فضای امنیتی تو آگهی‌ها از نظر امنیتی از نظر سیاسی امنیتی از نظر مالی این باعث شد که ما ضربه بخوریم دیگه. یعنی به جایی رسید که مثلا یک آقای زنگ می‌زد گفت اگه بخوای آگهی مثلا کد بگه بود اینقدر خرج کنید. چرا اینجا بیفته؟ زمانی اتفاق میفته که شما فضا رو طرف ببرید. وقتی فضا خلاقیت ابتکار باشه کمتره. گرچه هنوزم من شاید نمیدونم ایده نداشته باشم که چجوری میشه کاری کرد که ما شرکت‌های تبلیغاتی سالم با هم دیگه رقابت کنیم. کار سخته. اولین بگید به حلقه‌ای که باعث شد خلاقیت ابتکار چه در سلولارها حتی در سلول سازمان و چه در آگهی‌ها خیلی شدید وجود کنه سیاست‌های غلط خود سازمان بود که به جایی که بیشتر به فکر ابتکار و خلاقیت باشه بیشتر فکر کنترل بود. من 7-8 تا کارمند استخدام کردم که تلفنی از مردم از استانه میگفتن کداش در دون شهری میگفتن زنگ بزنن بگن مثلا شما آقای دیشب برنامه تلویزیون نگاه کردید بعد مثلا اگه نگاه کردید آگهی تلویزیون دیدی کدوم آگهی تو ذهنته. یعنی شرکت مدیرون از 0 تا 100 کار تبلیغاتیشو اثر بخشی تبلیغاتیشو داشت فکر میکرد چون به هر حال چه بخوایم چه نخوایم یه بخشی از تبلیغات باعث میشه که مصرف گرایی بیشتر بشه و من همیشه نگران بودم که نکنه درآمدی که از این تو زندگی من میاد یه بخشش حلالوار نباشه و من به بچه‌هام لقمه حروم بدم. واقعا برام مهم بود. یکی تبلیغات نگران بودم که آیا درآمدی که از تبلیغات کسب میشه همش سالم اینم به خاطر باز همون ذهنیتی بود که برای ما اون زمان می‌آوردن دیگه که به نظر من اشتباه و تبلیغات یک صنعت مهم در کل دنیا. این صنعت تبلیغات بخش تجاریش مهمه بخش سیاسیش مهمه. اگه ما بخوایم مثلا یک کار سیاسی در جام کنیم حتی مثلا بریم در جام امضا کنیم یا بخوایم در انتخابات آمریکا اثر بذاریم یا دو تبلیغات سیاسی داریم چیزی که تو ایران متخصص کم پرورش دادیم. نه تنها پرورش دادیم آدمایی که تو زمینه کار کردن که هم تو سرشون دادیم. اینه که احساس من اینه که باید
توی این زمین سازمان تحلیل نظر کنه و راهکار جدیدی پیدا کنه. کمیته هایی که آگهی کرد در صحبت را خیلی اونجا کمیته امداد بود. ما زمین آگهی رو می‌ساختیم صحبت شد که آقا نگاه کن مثلا آگهی تبر رو قبل فروشش کمک کرد، آگهی دادگر قبل فروشش کمک کرد، صنایع غذایی بهروز در باعث رونقش صنایع شرکت بهروز شد. من حتی یادم مثلا چون محصولات پگاه از شیر گرفته لبنیاتش خیلی تبلیغات اثر گذاشت. موبایل سایران بود، همراه اول آگهی اول یک درگاه شد از تجاری می‌سازید. میتونید برای کمیته امداد آگهی بسازید و به عنوان چون میگم یک هدیه به کمیته امداد یک آگهی بسازید، چون آگهی کمیته امداد تو سازمان اونم پخشش رایگان تنه نمی‌دونه. اینم تو همین اتاق فکر ایدهش در اومد. 2 ماشین همزمان میرسن بودن، عوارضه کرک تازه راه افتاده بود. 2 ماشین میزن به عوارضه کرک، یک ماشین این دانشجوها دارن با هم دیگه جرب بحث میکنن، یا عوارضه میدن فرد میشن از کنار صندوق صدقات. به ماشین بعدی یک زن و شوهری هستن، یک بچه هم دارن، یک مادر مسنی هم دارن تو ماشین نشسته که به پسرش یادآوری میکنه، میگه که ماشین جلویی تماموش کرد صندلی بندازه. میگه که سر تابوش هم چه سر بعد 72 بلاست و برای سفر به حال کمک میکنه که انسان تو سفر امنیتش بیشتر میشه. و این جمله رو تو مادر جمله بود پسرش میگه و پسرش تو سن مصدقات برای ماشین جلویی هم میندازه. بعد چند ماه با بچه کمیته امداد جلسه داشتیم، بودن واقعا درآمد ما چند برابر شده. یعنی این باور زیبا صدقه دادن رو ما تونستیم با این آگهی کمک کنیم. مثلا یادم زاد برای به جای رسید که کلیپ‌های ما شروع به کلیپ سازی، کلیپ‌های آشوایی می‌ساختیم. به نظر من کلیپ‌های مواد مخدر ما، کلیپ‌های مناسبتی ما در این مقطع خیلی اثرگذار بود و خیلی از بچه‌های مثل آقای دروکو، آقای شان محمدی، آقای نامبری جواد، خیلی بچه‌ها بودن که اومدن تو کار کردن، علایق داشتن. من این دور رفتن اینقدر دوست داشتم وقتی شبکه‌های برون مرزی وجود داشت. من گفتم میتونه باید تو شبکه‌های برون مرزی همین کاری که مثلا توی سراسری انجام شد، همین کاری که توی استان انجام شد، ما بیایم همین کاری تو شبکه‌های برون مرزی انجام بدیم. مثلا آقای دکتر صرافان بودن معاونت برون مرزی سازمان، من رفتم برای سفارش کردم، جلسه گذاشتم. ما این نکته بحث تبلیغات و اثرگذاری تبلیغات هم مکتوب پیشون دادم، هم ایده دادن که شما بیاین برون مرزی همین کاری بکنید. بالاخره ما صادرات داریم و علاوه بر صادرات حداقل تبلیغات ما کمک میکنه که کشورهای اصلا که در شبکه‌های شمار بگیرن با فرهنگ ما آشنا میشن. و از طرفی آیفیلم داخلا بیننده داشته که به ضرر جامعه کیسش که بعدشون قبول کردن و فکر میکنم سال 90 بود که ما رفتیم تبلیغات شبکه‌های برون مرزی بوکس آیفیلم گرفتیم و توی آیفیلم اینجا هم همینجور یا درآمدش که اونا فکر میکنن در یک سال میشه کسب کرد، ما 10 برابرش کسب کردیم. به جاییست که ما با ضرر اومدیم بیرون، چون نگاهی نبود که به خلاقیت بود بدن، به خلاقیت بها بدن. باش میکرد باز اینجا به سرعت اومدن و سرمان مدیر دولت گذاشتن و همش نگاهی بود که آقا چقدر گرفتی، چقدر کارمزد دادی، چقدر سهمت و چه خبر تو قد بروپی در داری. همش میگه درآمد از این کارمزد میاد مسئول دستگاهی تو جیب خودش میذاره، ولی مسئول دستگاهی در یک وقته تعداد آدم‌هایی که برای من کار میکردن نزدیک 200 نفر بودن. این 200 نفر همه هر ماه اگه هر کنجون یک زن و یک بچه داشته باشن، حساب کن 200 خانواده اگر به خانواده‌هاشون کمک نکنن، هزارش از یک شرکت تبلیغاتی موجود در میاد. به جای رسومی که من اترش رو بیلواش بخش ندارم، چرا باید کار کنم؟ از این طرف نگرانی هستم که درآمد در پولی که در میارم چقدر مشروعه. حتی اصلا نگران نیستم، عرض شد صنعت قدرتمندی در روش بود کار کرد که به حال انسان عوض میشه، نوعی تفکری در. و از این طرف دیگه باید بیان جواب بزنم که چقدر پولم سالم بودم، بهش که انرژی رو بزنم بخش اتاق فکرم و مدیریتم و دفترم. میشه واقع خلاقیت و ابتکار رو وقتی در من میکردن ترجیح دادم که بیام به حال تو سینما و تو سینما فیلمایی که کار کردم
هیچ کدومشون تا حالا ضرر اقتصادی نداشته. این جایی نیست که در با سازمان اکستریم سینمایی میسازی مردم قدرت انتخاب دارن که پول بزنن آیا ایشون رو ببینن یا نبینن. ما شرکت مورجینه رو من و فرزاد بودیم و 3 تا کارمند گرفتیم کار کردن و به محض که چند تا ایده ساختیم خلاقانه و اولین درآمدهای کسب کردیم به همین به سرعت رشد کرد. یعنی فکر می‌کنم دیگه سال 78 به 18 نفر رسیده بودیم و به تناسب هر سال زیادتر شد. ولی باز هم به اندازه بخش حساب بودم بر اولین ایده که من داشتم نشستم مطالعه کردم در زمینی که شرکت‌ها چگونه به وجود میان و چگونه بزرگ میشن. اینه که انسان به دنیا میاد، بزرگ میشه، جوان میشه، به قوت میرسه، بس فوت میکنه. تو ایران این اتفاق برای شرکت‌ها میفته چون یک ایران ما محور یک فرد و وزارت خلاقیت اون و از طرف دیگه کشور ما اجازه این روش به آدمانی میگه به شرکت ها نمیده. اگه شرکت ها غیر وابسته به حکومت باشن دیر زود داره اصول نداره که اون شرکت تعطیل میشه. باور همه زمان به مطالعات برسه و این نحوه مدیریت شرکت برای بخش اقتصادی شرکت و بخش مالی شرکت خیلی مهمه. میرسم نقطه رشد و قوت یک شرکت رو که سیستم مالیش درست باشه. یعنی آدم‌ها وقتی که شرکت کار میکنن احساس کنن که به میزانی که انرژی میذارن، به میزانی که خلاقیت میذارن درآمد دارن. ما چون نمی‌دونیم آخر سال شرکتمون درآمدش مثبت میشه یا منفی میشه و اصلا اول سال درآمدها صفر میشد، آخر سال میبرن رو کاغذ حساب کتاب به بچه‌های مثلا من سالی داشتم که مثلا یک نفر ما مثلا 1000 تومان حقوقش بوده 12 بار شده 12000 تومان، آخر سال 24000 تومان پاداش گرفته. یعنی 2 برابر حقوق یک سال. ما چند ماه اولش که بی صورت بود که آخر ما از اینکه قرض می‌کردیم که حقوق بچه‌ها رو حتی بدیم، یعنی از وضع اقتصادی ما خراب بود. بعد با 15 می‌رفتیم بدیم داریم. ولی به محض اینکه آگهی‌های تلویزیونی رای شد بابگذاری شد و آگهی یعنی سیستم نگاه سازمان با آگهی تبلیغاتی شد، درآمد باز زیاد شد دیگه. یعنی و ما هیچ رانتی هم نداشتیم ولی شکر خدا اون زمان هنوز اونایی که دنبال رانت پارتی بازی بودن الان متوجه سر از تبلیغات نشده بودن. چون وقتی می‌خواستم برای شرکت کار کنم میرفتم مطالعه می‌کردم در اون شرکت اهدافش چیه، سیاستاش چیه، با 4 نفر مشورت می‌کردم، با مدیران فروشی اینا صحبت کردم. یه جوری واقعا ما زمانی که اولین آلوبیا مثلا زمانی که بحث سمن توی مجلس شد که سمن خود داخلی یا خود خارجی که برای راپورت فیلم میگه خود داخلی معرفی کنه. اصلا چند تا ایده داخلی میشوندن آگهی می‌ذاشتن آماده یا سفارش داده نه پول داده آگهی آماده این نفر اون آگهی پخش کنن معلومه نمی‌فور پخش کنن. یعنی یا بیمیران و هیچ می‌دونم آگهی بیمیران وقتی با روابطی پاکشن برای خیلی اصلا شریفی بود. رفتم بیمیران به مشکلات شدیدی خورده و ایده‌ای برای آگهی بیمیران ساختیم. اینا چند تا آگهی رو ساخته بودم. اینا وقتی مدیر روابطیش اومد تو شرکت اون آگهی رو می‌بینه یک شک کردم واقعا ما اینا داریم دادن بعد نمی‌تونم بعد خب می‌خوام بیام تو دفتر آگهی رو ببینم. وقتی تو دفتر می‌گفتم مثلا یه شریکم به دیوار تکیه داد و اولین آگهی رو که اگه پخش نمی‌شد خیلی از نظر اقتصادی یعنی ورشکست می‌شدم دیگه. وقتی از آگهی بعد وقتی آگهی رو می‌دید اصلا یا رقصندی می‌ذار نه چون کلیپم برای ساخته بودیم داره. خیلی انسان شریف عجیبی بود، بسیار انسان با سوادی هم بود. مدیر الان هر چقدر که دیدم تو داره فامیلی یادم و من نگران شدم. برای وقتی این دفعه گفتم من چرا میگم که خوشت میاد داره ببین چی کار که تموم شد بلند شد به من دست و بغلم که باری کرد احسن. اصلا وقتی شریکی من دیوار تکیه رو از دیوار جدا شد رد بدنش می سرش رو رد بدنش روی دیوار مونده بود. یعنی اینقدر ما استرس داشتیم. اگر اون آگهی ما پسند نمیشد آگهی بیمیران که بعد اصلا ما تو جشنواره آگهی بیمیران جایزه گرفتیم و اون آگهی اجازه پخش به ما نمیداد قطعا من ورشکست بودم و پرنشین شدم دیگه.
چون همه زندگیم و سرمایه رو گذاشته بودم اون آگهی رو تو سیاست این بود که آگهی تولید کنم، تهیه کنم، ببرم به جلو مشتری، بگم اگه از خوشت بیاد برو با صدا و سیما قرارداد ببند و من پخشش دارم. اون زمان این ارزش داد، چون از 36% کارمز سازمان همش ما میگرفتیم، ولی الان اصلا رسما خود سازمان با مشتری توافق کنه 7% بون میده، 2% بون. اصلا دیگه از سیاست‌ها به دنبال جهت رشد شکوفایی خندانیان نیست، به دنبال جهت اینی که هر کی بیشتر میتونه بخوره اون بخوره. یا درآمد شرکت تبلیغاتی فرق داره. میگم نوع نگاه من به تبلیغات این بود که مشتری هم بوده که من مثلا برای چند تا آگهی ساختم بردم دارم خوشش نمیاد، اصلا پخش نکردم، نه یا اصلا با تلویزیون قرارداد بسته. من چیرم به سعی خورد، یعنی از شاید فکر میکنم نزدیک مثلا بیش از 7-8 هزار تا آگهی ساختم، واقعا البته کمتر از 1%، حتی 50 نه واقعا 50 تا میزنی 1% هم خیلی کم، 1% هم نیست. آگهی که اصلا مشتری نخواسته خیلی کم بوده که نخواستن. مثلا من درآمد ما واقع یه بخش اعظم از درآمد 40% رو داشتم برای توسعه کار، چون درآمد گفت با 36% از کارمز و سیستم ما داره که مثلا یک مشتری 1 میلیارد تومان قرارداد با سیستم می‌بست، 36% عدد به ما داده میشد. عدد بسیار قابل توجه و زیاد بود و من واقعا عشق کار داشتم. یعنی به جرئت میگم روی کاغذ هر ماه 40% درآمد میرفت روی بخش رشد و شکوفایی بیشتر شرکت. اون زمان چون متوجه شدیم که متوجه که هنوز همین تو مملکت ما مدیران ما، چه عزیزان کارگزار، چه کارآفرینان عزیز ما، چه مدیران بانک‌های ما، مدیران روابط عمومی تو کشور ما، بر اساس مطالعه و تحقیق و پژوهش آژانس تبلیغاتی انتخاب نمی‌کنن، بیشتر ارتباطات و یا سلیقه. که من مثلا پیدا می‌کردم که آقا سلیقه فلان شرکت چه نیاز داره یا فلان بانک، مثلا آگهی بانک ملت جشنواره می‌ذاره، جشنواره گذاشته بود، اسمی گذاشتیم ما جشنواره. این آگهی بانک ملت چه نیازی بانک داره، رفتیم ایده به بانک دادیم، همزمان آگهی آمادن درست گذاشتیم. چون این آدم که رابطه ما با بانک ملت بود به ما اومده بود، اطلاعات داده بود، نقاط قوت و ضعف بانک ملت رو داده بود. یعنی چون ما روابطش که نمی‌شناختیم، یا اون آدم که معتمد با مدیر عامل بود نمی‌شناختیم، یعنی یه بخشی از درآمد ما صرف هزینه میشد آدم‌هایی رو پیدا کنیم که آدم‌ها میتونن ما رو پرزنت کنن. آدم ثابتی نبود، نمی‌تونم یا اصلا مدیر بازاریابی ما این آدم‌ها بودن. برای هر شرکتی برای هر شرکت یکی یا 2 تا 3 تا بعد اصلا بدون دور برگرد افرادی بودن که کمک رو ما می‌کردن که بعد این آدم‌ها بالاخره پول دیگه طمع این آدم‌ها تبدیل شدن به دلال‌های این آدم‌ها، یعنی اومدن کمیسیون می‌گیری که اتفاق بده افتاد دیگه. تو بخش اتاق فکر من باید که اتاق فکر بتونه فعال باشه، همیشه تو اتاق فکر آزاد بودم، 5 نفر 6 تا بعد بچه‌ها پشت دور هم دیگه جمع می‌شدن و آگهی که ماهواره در اتاق سن از زبطون رو بهشون میدادیم قبلا ببینن و ایده ها رو میدادن. ایده ها معمولا وقتی پایدینگ سود میومد من میخوندم و معمولا بعضی که من میخوندم جدی میزدم و میرفتیم با مدیر شرکت صحبت میکردیم. وقتی انتخاب میشد میساختیم، تهیه میکردیم، بعد به مشتری میدادیم. این درآمد با اینقدر بعد از موقعیت اینقدر بود که من توان داشته باشم مثلا فرض کنید اگه بخوام برای بانک پاسچان آگهی بسازم برم کلیپشو بسازم، اون زمان مثلا این زمان 35 میلیون خرج کنم بگم آیا خوشش میاد یا خوشش نمیاد. ولی به کار خودم باور داشتم. ما کلیپ بانک پاسچان که بر اساس موسیقی ایران ساخته شده در همه جشنواره‌های بانک پاسچان، در همه بانک‌ها، حتی من رفتم تو شعبه دارم پریش می‌کنن، یعنی چیزی بود که واقعا همه صفر تا صدش خلاقانه توی دفتر ما وجود هست. اینه که در واقع در حدی که من ارتباط با کار شرکت برقرار می‌کردم، اگه آگهی موفق بود دیگه آدم اسم هر چی باید بذارید، رابط، دلال، معرف، هر چیزی اون کارش انجام بده بود. اتفاقی افتاده بود بعد از اون دیگه نیاز به آدم نبود. در شما آدمان نمی‌صد کمیسیون بخواد، جایی از تو کمیسیون بخواد که تو بر اساس توانایی و قابلیت خودت پول نخواهی بگیری. توانایی قابلیت تو مثلا ارزشش 1000 تومانه،
تو میخوای 10,000 تومان بگیری، اونجا تو یا از چه کار من 1000 تومانه، تو 9,000 تومان بیشتر میدم، تقریبا 4,000 تومان رو به دلال بدم که اون 10,000 تومان میتونم بگیرم. به وقتی کار تو ارزش 10,000 تومان باشه دیگه نیاز نیست مثلا دلالی بره بگیره یا حالش که برای مثلا 10,000 تومان برای تو زنده کردم، مثلا 5,000 تومان شو من بده، 1,000 تومان شو من بده، 2,000 تومان شو من بده. در شرکت من اسم آدم‌ها دلال و آدم‌ها معرف رابط بودن. ما رابط معرفی داشتیم که باید چیز سازی کارگردانی کرد. همین شفیزاد در آگهی ایران اصلا این انسان تواناییش عالی بود. یه چیز به راحتی برای کارگردانی کنه آگهی. حتی خودش تو بعضی آگهی با اون هنده ها بازی بگیدید که اسم اینا رو در دفتر شرکت من گفتم یک بخشی داشتم برای ارتباط با مشتریان. امروزه اونا شاید دلال. یا وقتی من سنش که یک آگهی بسازم که آگهی ارزش پخش شدن در تلویزیون نداشته باشه، به این نفر داره با مدیر عامل متقاعد کنه که با اون آگهی پخش بشه دیگه، آیا نیست دیگه. یه پولی از اون مجموعه بیاد بیرون برای اون آگهی، اون میشه دلال و قطعا کمیسیون میخواد. میگم اگه من نباشم این آگهی مدیر عامل تایید نمیکنه که تو پخشش کنی. چون من کمک کردم مدیر عامل مجوز بده پخش کنه، بعد به من باز کمیسیون بدی. در اون مقطع این وجود نداشت. اون در سال 80 که اصلا معنا نداشت. از زمانی که سازمان به ترقی رفت که چون میگن کیفیت عدد آگهی ها بعد در مجموعه تلویزیون بی‌معنا شد، از کیفیت اومد پایین، دلال ها رشد کردن. دلال یعنی دلال به معنای معرف به آگاهی دهنده دیگه اینجا نیست. اینجا دلال به عنوان که من مثلا قومشیش فلان مدیرم بعد میگم این آگهی گروه ساخته بیا پخشش کن، حالا یا به من میگه آگهی شما ارزش که نداشته من کمک کردم پخش کنه، حالا تو 1,000 تومان درآمد داره چون درآمد بازار شفافه. یعنی که آگهی 36% کارآمد بگیره که 20% بگیره دست شما ارقام بازار شفافه. یعنی اگه من اطلاعات به دسترسی سیمبل سازمان داشته باشید سال 80 آگهی مثلا فرض کنید آگهی ریکای داروگر معلومه چقدر پخش شده، چقدر درآمد داشته، بریز معلومه. حالا این درآمد چقدر در موجودی خرج شده، چقدر موجودی رو رشوه داده اینم معلومه. وقتی آگهی من داره گل سرسبد داره میتره کنه بازار فروش دارگر برده بالا، اصلا اینجا کمیسیون معنا نداره دیگه. مدیر عامل اون شرکت گفتن تا عکسش هست بهتون نشون میدم، هی علی خود مدیر عامل آقای ندیم اینقدر به تبلیغات ازشون بها میداد که چی میگن که نسبت اسمش یاد بعد اسامی شکل ایرانی هست هنگ تاشون گویک این what are the best how was it again دستان نگاه کنید که یکی از مقصدهایی که در فازرگانی هم موجود اومده در آگهی وجود داره که آگهی ها بس در محیطی هم بیشتره، چون به حال بحث خلاقیت در آگهی ها کمرنگ شده و بنابراین وقتی خلاقیت کم بشه پولی که این شرکت خرید میکنه نسبت به آوردی که براش میاد پایین‌تره و معمولا تو سیستم دولتی هم اتفاق میفته دیگه. مثلا همراه اول مثلا چون میگن 1,000 میلیارد آگهی پخش میکنه ولی هیچ اثری در با هیچ آگهیش در بیرون اثر مثبتی نداره و این 1,000 میلیارد 20% میشه 200 میلیارد پول کی میره پول. خب تقریبا این آدم دستک دندارهایی هستن یا به جیب دندارهایی میگه که متقاعد کنه آگهی یا پخش بشه یا خود همراه اول میگه آقای لشکری آگهی 2000 نمیارزه تو 200 میلیارد از سازمان پول میگه و 100 میلیارد چه به من بده تاسیسش رو من بده رو کاغذ سازمان میگه تو اینقدر آگهی تولید کردی بعدش که به من عدت بده. این اتفاق در اون زمان میبینیم در اون زمان توی آگهی خلاقانه میسازی باعث رشد فروش یک شرکت چه اتفاقی نمیفته که من یک ما دارگر بسازم آقای مهندس داره که مدیر عامل دارگر بود اعضای شورای تبلیغات داشت، خود مدیر عامل مستقیم تو تبلیغات دخالت میکرد آگهی تو فروش کالا میگید. اگر یک آگهی به محض در فروش کالا اثر منفی داشت آگهی قطع میشد. یعنی ما درآمدمون در اصلا بر اساس میزان رشد فروش دارگر بود. اینی که وقتی ما مثلا فرسون آگهی خلاقانه میگردیم خب باعث رشد این وسط اصلا دلال معنا نداره. حتی خود شرکت دارگر دنبال این نبود که ما کمیسیونی بگیره. اون فرد با
به دلیلی که برای شرکت ما داریم با شما کار میکنیم از درآمدهای خودتون آگاهی خودتون بذارید. من اصلا اول میگم اصلا میگم نگاه من در تقاضا بود که رو شما 10 تا آگاهی بذارن یا اگر خوشتون اومد کنید که خوشتون اومد من پخش دارم میتونم خوشتون نمیاد صرف آشغال. یعنی 40% درآمد خودمو صرف رشد و ازدواج شرکتم میکردن. بخش خلاقیت و نوآوری. ما از میدون رسالت اومدیم رفتیم دقیقا روی باشگاه خبرنگاران جوان توی برج جمعی باز خریدم. بعد توی همون کوچه یک ساختمان 3 طبقه خریدم که کار به کلنگی کوچیک البته توی زمین مثلا مسیر. بعد اومدم توی همین جردن تو کوچه مریم یه ساختمان خریدم که 1000 متر مثلا فضای مفید داشت برای کار کردن افراد. از 4-5 نفر شروع کردیم به 70-80 نفر فعال داخل شرکت و با بیرون آدمایی که با ما ارتباط داشتن از نظر چه فکری، چه از نظر روانی، چه از نظر چه میگن ایدئال به ما کمک میکردن. شاید واقعا به بعضی سالها به 700-800 نفر میرسیم. من در شرکت خودم 20 سازمان فکر کرده بودم که آقا این آدمایی که تو اتاق فکر من هستن مگه فقط اینا آدمایی هستن که این توانایی خلاقیت دارن؟ من که دارم مثلا فرض کنم برای هر آگهی 1000 تومان خرج بکنم و 1000 تومان به کسی میتونه پیشات خلاقیت زیادی بالاتر باشه. این بود که من به هر چند ماه آدمای یعنی به آدمایی که بیرون ایده میدادن حتی به راحتی اپی نیشتم اداره بگیرم و جذب کنم آدم‌ها. اصلا چون تو پرورش بازی که نبود، رفیق بازی که نبود، آدمی که ایده پردازی بود یا کارگردانی یا توانی داشت باید میومد جذب میشد و قطعا درآمد پیدا کرد. سازمان این سازگار برای خودش وجود نمی‌داشت. یک نفر مرحوم کردان قطعا دنبال این بوده که سیستم سالم باشه، ولی سازگاری وجود نمی‌داشت که این سرانت وجود بیاد. اگه مثلا 16 تا 17 تا تو کنسرسیوم هستن، یک مثلا 36% کمیسیون میگیرن، 2% 3% با خاطر عضو کنسرسیوم میگیرن. اونی که بیرون نیستن خب بهشون ظلم میشه دیگه، بی‌عدالته دیگه. از این نگاه اونی که مثلا به این نقطه رسیدن تلاش کردن رسیدن. و البته نمیتونم کنسرسیوم شارتی نداشت دیگه، ولی وقتی من مسئولش کردم یک سال مثلا قانون اینقدر تعهد پر کنم نمیدادم خرج میشدن. یعنی یک سری سازوکارهایی بود که چه میگن توی شرکت کنسرسیوم توانمند باشن، ولی توانمندی واقعا به اون قابلیت که باید باشه نبود. بودم به خاطر واقعا آقای کردان فقط دنبال منافع سازمان بوده، هیچ کس در این شکی نداره، ولی این ضعف درش بود. اگر همزمان با ما یک شرکتی بیرون شروع کرد به رشد و جوان زدن و یک سری آدم خلاق توش وجود میومد، اگه تو کنسرسیوم نمیومد درآمدش کم خیلی کمتر از ما بود، ولی این فضا رو داشت. من همزمان یادم یک شرکت اومد کنار گفت به ما اجازه میدن تو کنسرسیوم بیام، اسمیم برم چون بعد این وقت که مصدمت شد و این پارتو رانت خودم نچه پارتو رانت تو داگهی همین ایده رو بهش گفتم که باید سبک مدیریت خودم گفتم. چند بعد آگهی ضبط ساخت کارم در من کمک فکری بعد ما تو کنسرسیوم جا کردن دنبال درآمد بود. هر کسی میتونه آگهی خوب بسازه تو برای صدا و سیما بیاره، سازمان جذبش میکرد. یادم بعد چه که شرکت قدرتمند صدا و سیما همین فرض که دارم اسم برم، یعنی این قابلیت بود، ولی این قابلیت در همه نبود. اگر از این این 16 تا عضو کنسرسیوم اگه مثلا واقعا خیلی خلاقانه فکر کنیم، باید 4-5 تاشون واقعا نبوده. مثلا واقعا اسمی برند بهش گفتم واقعا میگم شرکت صوتی تصویری سروش یا مثلا صندوق بازرسی صدوس که نبود درآمد این کنسرسیوم مناطق ببرن که یعنی که واقعا نبود. سلامتی که ما فکر میکنیم در تشکیلات نبود و این نقطه ضعف انتخاب بود. چون باز هم نگاه انتخاب میگم از زمانی که نگاه انتخابی شد که این شرکت‌های خصوصی تبلیغاتی دورنگی کار میکنن و اینکه بهشون فساد نباشه، بهشون راند نباشه، بهشون چی میگن بر اساس قراردادهای غیر اخلاقی نبندن و رشوه ندن، یه مدیر دولتی میذاریم، اولین قدم فساد جدی در شرکت‌های تبلیغاتی وجود اومد با این تصویر غلط. یعنی نیت شاید نیت سالم سازی بوده، ولی این نیت اولین فضای فساد رو در شرکت‌های تبلیغاتی وجود آورد، به گونه‌ای که یک روزی یکی از معاونین مثلا بازرگانی من زنگ زد آقا فلان شرکت مثلا ولی ما ایدی اون چی ایدی میاری؟ یا اون بعد سررسی جو بودم یک چیزی بود بیارم. من سررسی یاد دیاران اون زمان چاپ می‌کردم، بودم قرار یک چیزی هم بیارم.
اینه که به نظر من نوع نگاه دولتی در سیستم انتخاب شرکت تبلیغاتی عامل اصلی ضربه به تبلیغات شد و جلوگیری از خلاقیت رشد شرکت تبلیغاتی گرفت. من خودم دقیقا تو شمال بودم با خانواده‌ام، داشتیم با آوارم نگاه کنیم، آگهی که بیدم داره که آواره پخش میشه. 10 دقیقه بعد باز داره پخش میشه. 10 دقیقه پخش میشه. ترسیدم، گفتم حتما منو میگیرن. من که سفارش دادم چرا اینقدر زیاد پخش میشه. دقیقاً بعد از عید اومدم تهران، منو داستانی خواست. بهش که چی آگهی از بودم با خیلی ساده است. شما نگاه کنید در کوچه اینا 7-8 تا بازیگر خوبه. آگهی کوتاه 10 ساله 15 ساله هم زیاد ساختیم برای فضای مجازی و برداشته پخش کرده. من اگر از مملکت 2000 پول داشتم به شبکه جت معلومه مشروطه، $1 خرج نکردم. رسانه تلویزیون اون زمان بالای واقعا 70% بیننده داشت، به اثر گذار بود و ما تو شهرها که تبلیغات آنبار میگرفتیم به میزان سواد و دانش هرچه پایین تر میومد اثرگذاری تبلیغات بالاتر میرفت. یکی از خاطرات داری گفتم اینجا این بود که ما اولین جشنواره که رادیویی که توش مسابقات آگهی‌ها بود، تو 9مین جشنواره بین‌المللی برای اجلاس جهانی رادیو تو اصفهان بود که میگن کلی به حال افراد از خارج کشور دعوت کرده بودن و توی این 9مین جشنواره بین‌المللی به اولین اجلاس جهانی رادیو آگهی رادیویی هم مطرح شد، بررسی کردن. بعد نتیجه‌ای که اون بعض اعضای که انتخاب آگهی بعد بودش، آگهی اول و آگهی دوم رو از مدیر انتخاب کردن که نمی‌ذارید آگهی مارکتینگ شرکته. آگهی اول ما برای بانک ساخته بودیم، آگهی دوم از مدیر انتخاب شد برای حمله اول. بعد اونجا بازرگان گفتن ما جایزه نمیدیم. مگه میشه شرکت اول و دوم یکی باشه؟ و سوم هم شرکت آینه آفتاب بود. اونا گفتن ما بعد اگه بخواید عوض کنیم به شرکت دیگه ما نمیدیم جایزه. به هر حال کسی داور از خارج کشور رو انتخاب کنن. ما آگهی اول بهترین آگهی بانک صادرات انتخاب کردیم، بهترین آگهی رادیو دوم که تاگ ما رو همراه اوله. حالا سازندش یک شرکت، تهیه کنندش یک شرکت، صبح همون شرکت بود جایزه بدید. اختلاف بین بازرگانی صدا و سیما و به حال دوستانی که تو اجلاس بودن باعث شد که جایزه اونجا داده نشه. ما اومدیم چند ماه بعدش توی تهران در اینقدر بحث و گفتگو و صحبت شد. من یادم مثلا پیش آقای تقدس‌نژاد رفتم، پیش آقای خجسته رفتم، پیش خود آقای موشیری چند بار رفتم که متقاعد کردم اتفاق افتاده. مگه نمیشه در جشنواره فرض حتی یک کارگردان، یک تهیه کننده 2 تا فیلم بسازه، یک فیلمش اول بشه که دوم بشه، اون دو تاشون جایزه میگیره؟ این اتفاق افتاده. یک آگهی رادیویی هم اولش موجوده هم دومش موجوده. ما به هر حال چند ماه با بازرگانی صدا و سیما کلنجار رفتیم که اینا جایزه دادن و خدا رو شکر که داوراش خارجی بودن، ما اصلا نمیشناختیم، وگرنه قطعا میگفتن شاید ما بونا پولی دادیم که اول دوم ما شدن. حالا این 2 تا تابلو که آقای خجسته و آقای تقدس‌نژاد و آقای موشیری هستن که ما جوایز جشنواره رو میدن، هم اول ما شدیم و هم دوم. این خاطر جذابی برام بود از اون زمان که مونده. مال سال 1987 بود دیگه.